السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام برادر عزیز. ایشان مولای نازی خوبی، سلامتیت خوبه؟ شکر الله. شما خوبین برادر عزیز؟ من گوش میکنم شما را. سوال داشتم. بله گوش میکنم. نقش مذهب حنفی در پیشگیری نیزاها چی باشد؟ مصلحت میدادین میفهموندین؟ سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت زنده باشید. باشه. این برادرم سوال بسیار جدی و مهم و مبرم روز هست، چون که امروز نیزاها بسیار است، امروز اختلافات بسیار است، امروز رأی و فکرها بسیار است. امروز مثلا جوانان وقتی که در یوتیوب میدونن نمیدونن که اون انسانی در پشت پرده نشستگی است و دعوت میکند، مردم رو به کجا دعوت میکند، مردم رو به کدام رویه دعوت میکند. بنابراین میگوید که نقش مذهب حنفی در این چی هست. اولا من توصیه میکنم که بسیاری وقت دین، عقیده، مذهب را خودی متخصصان ساحه صحبت بکنند. امروز بسیاری ها هستند که تخصص در دین، در مذهب، در عقیده مسلمانان ندارند، میخواهند صحبت بکنند. امروز یک حرفه، روز دیگر حرف دیگره و روز دیگر صحبتی دارند که اون صحبت ها نسبت خدا و رسول زده نمی شود، اون حق را بنده ندارد، صحبت میکنند. و مذهب حنفی انسان ها را به سوی علم، به سوی اعتدال، به سوی عدالت دعوت میکنند. همیشه بر این میکنند که شما از اختلاف پرهیز بکنید، اختلاف نکنید. حتی شما وصیت امام اعظم رو ببینید، در وصیت نامه‌ای که با امام ابو یوسف رو میکند، در اونجا همه توصیه بر این هست که از اختلافات، از تفرقه اندازی، از این چیزها دور باشند، باعث نگردند که نزاع بکنند. بنابراین امام ابو یوسف رو توصیه میکند که اگر شما دعای دارید، میدونید که این دعای شما قبول میشه نزد پروردگار، یعنی حتما در حق سلطان بکنید. امام اعظم رحمت الله علیه توصیه بر این میکند که همیشه نزاعها نباشند، اختلافات نباشد، تفریقه نباشد، یعنی در اونجا مردم یک انسان را گوش بکنند و علمای دین را گوش بکنند. بنابراین یک سخن جالب دارند، این جرأت و شجاعت و علم، مقام بلند بودن علم ایشان را میکند که میگه اگر چیزی را که خدا و رسول میگوید اون بر چشم و بر سر ما هست و اگر چیزی را که صحابگان میگوید از اقوال صحابه ما فناخذ من قول ما شئنا، یعنی از اون قولها کدامی از اونها را که بخواهیم میگیریم. اما وقتی سخن درباره تابعین میشود، فهم رجال و نحن رجال، میگه اونها هم مرد هستند، مردان هستند و ما هم مردها هستیم. یعنی ما میتوانم که در همون هم عصرهای خودم من سخن خودم را داشته باشم. بنابراین همیشه انسان ها را بر این دعوت میکند که در راه صراط المستقیم، در راه عدالت، در راه اعتدال باشند. هیچ به تکفیر و کفر کردن هیچ مسلمان قائل نیستند تا درجه آخرینه که دیگر در اونجا ضروریات دین شروع می شود.